اسم این معجون محمد غلام حسینه. چالشه که امروز من و سعید میخوایم بریم سوناب و شیر و نمیدونم دوغ و هندونه و فلفل دلمه و موز و گوجه و خیار و گرا بکنه دیگه اینو قراره معجون رو باید بخوره. یه نفر بالا بیاره اینجا، شاید هر دو نفر بالا. بریم براش سعید. بریم. طبق سلیقه خودش هر چقدر کرم داشت و دوست داشت برای دوستش، منم هر چقدر دوستش دارم برای دوستش. سنگتمون بذار درست. برای که خیلی برو. دوست دارم از گوجه شروع. میکنی خیلی دوست دارم سعید. بذار گوجه حرکت. اگه سوال خیلی آسونه. خیلی آسونه. این سوال آسونه، شاید بتونی سریع جواب. ولی یه چیزی هم امشب فوتبال دارم سعید. خب یکم هم مخلفات داره. فوتبال میری نه؟ فوتبال چون میره فلفل لازمش. فلفل دلمه. یه چیز ساده بدونم. آره. فقط زیاد سر دستی بود. ول در نگیری. خب این لیوان سمه. یعنی این سخت‌ترین سوال من سعید. زیر ما این سوالات لیوان من می‌ذارم. همه آره. آسونه محمد. یعنی یه جوری نوشتم که همه رو جواب بده. یکم شیر میزنم بده که شیر برای فوتبال خوبه. زیاد نریست داره خود. چه رنگی. یا خدا. کم سونا برات بریزم. من احساس میکنم بعد از این هم استفاده کنم. کم سونا میریزم. خیلی خوب شد. شبیه شیرموز شد کم کم. حالا یه چیز کم به هم بزنم. سعید این بخوری دیگه گمون نکنم چیز دیگه بخوری. اینو بخوری دیگه. بازی الان بخوری؟ اوه خدا رنگش ببین. این پنیر همینقدر بسه محمد دیگه. آره تو همون قدر ریختی؟ آره همینقدر. کم؟ من همه میریزم. سالم ترین چیزی که داره واقعا همین. تنها چیزی از که اونجایی شاید که نجاتت بده همین برگرد. دوست دارم یه خورده چی هم مثلا دیزاینش یکی هم برای من بکنم دیزاین براش. می‌کنی؟ چون خیلی دوست دارم. تو کافه ها دیدم اینا میذارن خوشمزه میشه. اسم این معجون محمد غلام حسینه. این آخرش البته غلام حسین خودش یه تفکه میندازه توش. ولی من دیگه گفتم اینو انجام دادم برات. مال من جعفره. حجمش کمه محمد، یه خورده سبنا. تو لیوان اول. این برای سخت‌ترین سوالم گذاشتم که سعید در صورت جواب ندادنش باید نوش جونش کنه. سبنا ریختم که جیگرت حال بیاد. من دومی رو نگاه کن. دومی یکم ساده مثلا یه چیزی من میخوام بهت خوش بگذره. میخوام سالم باشه. آره. سر خیار سبز و دوست نه داری؟ دیگه بهداشتی میده. قرار بود بهداشت رعایت رعایت. دیگه اونجوری خودکشی میشه. یه حالی هم بدم به سبز دیگه نگی که رفیق نامردی بود. به چه خیار سبز. حدرش محمد دیونت میکنه این معجون ها. معجون شماره 2. حالا قسمتایی که بدشه خودم میخورم. پشه گم شو. میگم بیشتر پشه ها دارم استعمال میکنم. معجونه که بیشتر حیوان پسند، حشره پسند. خب هندونه. واقعا تو الان ناسالمی دیدی؟ نه چون نگاه نکردی. لیمو میام همش هم رنده بکنی بدمزه میشه. شبیه به هم دیگه. قرمزه زیاد جای دوری نمیره. نه کم گوجه چون زیاد نه اصلا دیگه ناسالم نشه. چیز آب پرتقال هم دوست داری نه؟ ها؟ یا خدا. نه اینو توی کتاب آشپزی دیدم. چی؟ به اصلا این با شیر جواب نمیده من. یعنی اگر نخوری ناراحت میشم. این دوغ بیار. اگه دوغ بیار. نه دوغ هست. این معجون بیشتر با دوغه چون خیار سبز توش هست. بیا. آب دوغ هندونه. برای سوال خیلی سالم و درسته. بعدی میخوام یکم خاص‌تر باشه. یعنی اصلا نمیخوام وارد جزئیات. اینو دیگه فقط همینجوری میذارم روش که دوغ و نعنا و اینا. چند سال قبل خودم زخم خورده بودم تو این مورد. شیر و سفناب خوردم و همیشه دوست داشتم که یه نفر رو زخم خورده کنم. فقط شیر و سفناب. دیگه هیچی بهت اصلا الان باید یه یا اصلا یعنی هنوز دانشمندان کشف نکردن چه اتفاقی میفته بعد از این. دوباره با فلفل فقط چیزی که من چون خیلی وقتم گذشته یادم میاد یه 2-3 روزی حالم بد بود.
2-3 روزی بیشتر میخوام این کنم- مقوی باشه محمد این یکی. یا کار من تموم شد. ای با موز آوردم هیچ استفاده نکردم. چرا؟ چیکارش کنم؟ بده بغلی. شیر سبنا تو این ذره. چطوره؟ اینو بخورید یه تعریف میکنم. گمون نکنم جایی. من بذار هرچی پادزر الان بخورم. خودش قشنگ درست کرد. آره. آدم دوست داره بخوره. سر. یه لحظه بو بکنم. اصلا او بو کنی دیگه. فلفل دلمه. سوالای این من. غلیظ معجونه. چی؟ نگاه کن. چه دستی بید؟ نه این. چه گری تو؟ نه الان تو به قصد کش من رفتین داشت. این کلا 7 اپ رنگش هم با اونا فرق داره داشت. بابا. نگاه کن. نگاه کن چه قشنگ. حالم خراب بود. این چطور نگاه نمید؟ این چی خیلی قشنگ چه شده. گازی داره دستی؟ این به خدا تو معده‌مو غلغله میکنه. باید داشته باشی. نگاه کن. چیز. نه عمرم هیچ که جرأت نداره مال خودش بخوره. چون خطرناکه. اینجا مال خودتو بخوری خطرناکه. 3 سوال کاغذ نوشتیم. 3 اینا رو هم بذاریم اینور. جذاب برای محمد نوشتم. آره. همه رو بلدی محمد. همه رو میذاریم زیر لیوانا. یکی اوی فقط نگار داره کله پا میشه واسه باشه. 2 تا. کی شروع کنه؟ به داوطلب. داوطلب میشه؟ ایوه مرد اصلا مردی ساعت دیگه. شیر و سفناب نمیدونم چیه، خودم هم نمیدونم چیه. فقط میدونم شیر و سفناب. یکی رو بردار. از اون ور شروع کنم نه؟ هر فرقی نی. خب سوالو بیار. بذار سر جاش این حالا. اینا اینجا بذار. سوال خودت باز بکن. خب برای این نوشیدنی سوال. یا حاضری؟ نه بیار یه سوالی نوشتم که حاضر نیست بگه این جمله رو. حاضری؟ نه زهرم میخورم. بیا میفهمم. یه قلوب بخر. یه قلوب باید بخری دادش. شهادت اینو بوسم. بخر. بالا نیاری من. کنسل دیگه خراب. این با سوالش رفت. حالا من به خدا بردار هر کارم کدوم. سخت. نه خیلی آسونه داشت. من هم طعما ساده است هم چی دارین تو مغازتون؟ همه چی ساده. امیدوارم دیگه پا میبر باز نشه هیچ وقت. این بده خب. حداقل سب حالو خراب. بذار آخ برز این چیه تو رو خدا؟ اخی یا خیلی خراب درست کرد. خدایش من خیلی بالا درست کردم. نه بالا خراب قشنگه نگاه کن. سبو طعم نوشیدنی حالو محمد زدنه. تیکش بخورم. یعنی استفراغ محمد از جدی؟ نه موزش بخری؟ نه سرم گیچه واقعا بده؟ بلند بخون. اگر از بندر عباس راه بیفتی به سمت سیرجان ولی نظرت عوض بشه هنوز مسافری. هنوز مسافری یا نه؟ این سواله. آره. یعنی از بندر عباس راه بیفتی به سمت سیرجان ولی نظرت عوض بشه هنوز مسافری یا نه؟ مسافری دیگه. نه کنسل. یه داور کنسلت کرده دیگه. چی کنسلم کرد؟ اشتباه جامده. گروگانگیریه نه. خب وقتی از بندر عباس راه بیفتی به این مسیری بعد کنسل بشه دیگه خب دیگه مسافر نیستی دیگه. خیلی آسان بود. این گفتم یه سوالی بذارم که راحت بتونی جواب بدی.
حالم خراب میشه. این کجا دور بذار دور گذاشته. نه یا توی بذار اینجا آه بذار اینجا اینا مال کنسل. خودت فکر کنی چیه؟ بعدی تمام. حالا دیگه بازی از اینجا شروع شد برو یا خدا خودت رحم. من سوال خودم نوشتم تو من خواهیم نکن خب بلند بخون بدونن بچه ها نه بخون اسم سه تا حیوان یا پرنده رو بگو. حالا برو پشت برگر رو ببین. نه خب بگو اول اسم 3 تا حیوان و پرنده رو بگو بعد برو ببین. بز، خر، اسب. چی؟ بز و خر و اسب. حالا صدای دومی در نه کجا صدا خر نه صدا خر رو در بیارم خودت انتخاب کردی بگی بز و خر یعنی انجام هم دیگه اینا بخورم. باید صدای دقیق خر انجام بدم. نه دیگه ناخر صدای خر رو اگه در آوردم اینو دیگه نمیخورم. دیگه نمیخوره باید تو در حد مثلا 5 ثانیه صدا خر در بیاری چی بیادم؟ اخذ آمبولانس برو نه 1 2 آمبولانس. اصلا اجرا نمیکنه اگه اجرا نکنه باید بخوره اصلا دلم آمازم اینو بخورم. نظر خودته اگر صدا رو 5 ثانیه بگیری به خودم میذاره همینجا الان هم صدا رو آوردم هم با اینو بخورم فکر کنم. نه صدا در نیوردی حالا برو. گفتم 5 ثانیه برو. 1 2 3 خلاص صدا در آورد خیلی پنیر خروم شد کاش صدای پشه گفته بود نه برعکسه اصلا حالم خرابه اگه یخ رو آب کنیم خیستر میشه یا خنک‌تر یا خشک‌تر. خوشتر باشه اگه یخ رو آب بکنیم خیس میشه یا خوش میشه در هر صورت من اگه بگم خیس شده خب میگه خوش شده اگه بگم خوش شده میگه نه خیس شده معلوم نیست. من کدوم تو بعد به نظر نظر شما یخ رو آب بکنیم خیس میشه یا خوش میشه بازم خیس میشه یخ دیگه یخ در هر صورت خیسه نه خوش میشه. چطور خیس میشه چطور تو گفتی خیس میشه؟ من گفتم خوش میشه. جا یخ چطوری باید بخوری. باید بخوری نه ولی واقعا بوش از او بهتره نه این چیز قربون خاصی نعنا داره. برم خدا شکر چیز خاصی داره. نه این خوبه. چه سمایی درست کرده سوالم جواب بده باید بخوره چطور یخ هم خیس میشه هم خوش میشه لامرزم اگه میدم اینجوریه این نوشیدنی نامو بهت میدادم هر لحظه هم رنگش داره عوض میشه برو بخورم یعنی سوالم نه سوال برو براش دلدر دارم از قبلش. 4 تا غذا ایرانی که با دیگه قی 5 شروع میشه. ثانیه. قرمه سبزی، 1 قیمه، 2 پشک بازی. چی قشق بازی کردی 3 4 قاسم میرزایی. چرا قاسم میرزا قاسم 6 7 با خالی 8 پلو رفتی شد اولش باز که بود قلم پلو. دیگه خیلی بنداز کردم یزدم این شیرو نه یه لحظه این چش خراب نه یا خدا حالا درست تو راه باز کن. راه تو حفظه میکنم بعد راه باز کن. راه کجا؟ راه مسیر گیره. به راه باز کن. اقدام بکن من راه باز کن تموم شد تموم نشد. تموم شد چی؟ تموم شد آی هست آی خدای من چرا تموم این سوال آسونه. اصلا سوالات که دیگه اصلا ما رو کشته در اصلا بیا میخوای من بخورم خودم این رنگش خیلی غلیظه. اصلا این رنگش حال من داره هم میزنه بعد اون قسمت بالا مونده یه چیزی نمیره پایین این پایینش آبه بعد یکم تو دوربین بگیر مثلا بالاشو ببینم. خیلی خیلی دیزاینش منو کشته. اینو وی آی پی زدم. تو کافه دیدم. وی آی پی بودم اینکه درس هم میخورمت. این حیفه. بلند بخون. باور کن اگه زمین گرده چرا آب دریا نمیریزه؟ خود چرا داری؟ جوابش بگو. جوابش بگو. چی؟ مگه زمین گرد نیست؟ زمین گرده چرا آب دریا نمیریزه؟ کجا بریزه؟ خود زمین گرده زمین کجه خود بخور. چرا ربطی داره؟ جواب بلد نیستی بخور دیگه. دنبال چی هستی؟
زمین گرده خب چرا آب دریا برینه خود خب گرده دیگه کشکی نیست گرده اینجوری از پایینش چرا نمیدونه شاید پایین میره که از کجا میدونه دومان بهونه نه این بازی بگم میشه حداقل به همش بزنم هم بزن که یک بازن غلظتش کم بشه روش خیلی زشت کاش به همون نزده این همون به غلام حسین ها چیه؟ به غلام حسین؟ لعنت به غلام حسین غلام بش این مجون فلفل در اصل یه دونه به خدا بالا تارم یه دونه توفیق توش داشت من ننداختم آخرش توفیق داشت توش این توفیق چیه؟ دستور به غلام حسین تو نگاه بکن جانم تو نگاه بکن به خدا که حالو خرابه نه اینو بخور این اوکی اینو بخور دیگه بخیر دیگه چی اوه نه از اون چیزی بخور خوردم دیگه نه بابا غلام حسین خوردم نه عمرش رو عمرش رو آدم سودن نه موز برو یه صبر کن کجا برو صبر کن لیمو بعدش بخور لیمو بعدش بخور حال دارم خب بدترم که خون نه موز و لیمو خون بد خب خلاص گو خوریم نه یه خورده بخور داخل خدا صبر کن این نخور بدتر میشه چطور بدتر این میشه؟ 7 اپ اینا نخور بخور تو استارباکس هم هستین تازه به منو اضافه شده آتیش میزنم استارباکس اگه نمیشه باشه چی الان ندم از کار افتاده بخور اینیو بگو پنیره یه لحظه تو رو خودتون نگاه بکن باور بکن این چی الان بی انصاف به دست خود لیمو دست رو گیرم هرم دو خب اوکی امیدوارم از این کلیپ خوشتون اومده باشه همیشه شاد باشم دوستان و لطفاً این چالشو برین این چالشو برین ولی اینجوری خود با این شدت نه آره ما فکر کنم الان دیگه بعد با کم این- کم بیمارستان آره قطع میکنیم ما میریم و با امید خدا یه چند روز دیگه میبینیم